اسمت چیست؟ خیریدین. او از یکم کس هدیه نمیگیرد. در فکرم شما را دوست داشت. من هم را دوست داشتم. مرا ببخشید. من باید بروم. تشکری زیاد خانم. نیست میکنم نباید. جزویت رو حتما میدیم. بله 100 شکر باز یک قربانی نوبتی را اجرا کردیم. به همه آنهایی که برای دستگیری کردن، کشتن و پاره کردن قربانی کمک نمودند تشکر میگوییم. تشکر آقای جمال که اومده گوسفندی ما رو قربانی کرده. هیچ غم نیست. این وظیفه ای ماست. اکنون به ما اجازه. خیر تو بازدید. پدر حق کارش رو دهید. اوه کمال دستگیر میکند پول رو جمال میگیرد. گیر جمال. این چیست اکای کمال؟ مگر در جای بدون اقرب خوب است. اکا مرحمت. خدا برکت دهد. عیدتان مبارک. خیر حیفی پولمی. اما گوشت بیریان هم تیار. به گویش آدم رو مست میکند. همین هنو رو بیار. انا همین مرد بود آمد چون گوسفند را دزدی. شرم نمیداری؟ چرا گوسفندی مرا دزدیدی؟ تو چیا میگویی برادر؟ چیکار گوسفند چیکار دزدی؟ بچه ها دیدن گوسفندم را از سر راه دزدیدی. اکا جان به فکرم خطا شد. گوسفندی ما هم گریخت. شاید ما خطا کردیم و ندانسته گوسفندی شما را آوردیم. من هیچ چیز رو نمیدونم. گوسفندم را یافته ده. در کجا؟ کنیگم زن؟ یا علکه قربانی کرده؟ برادر حاضر همش رو حل میکنیم. خیر چی شده است؟ گوسفندی ما هم گم شد. با تو نشانهاش رو گویم تو رفته یاب. گوش کن چشمانش همین طور خماری، دندانهایش دانه دانه مثل صدف بود. چنان بوی خوب داشت که انا بین رسمش رو هم دارم و رسمش میدم. این رسم را چاپ کرده در همه جا آویزان کن. در زیرش در کاف تو کاف است نیست. قسم میخورم صبح از پسی در 10 گوسفند میابی. من میدونستم با تو چیکار کنم اما دید است. ما رو ببخشید. اصلا آقای کمانیتی بد نداشتند. شما زحمت کشیدید را پختید. من نمیگیرم. نه گیرید. این گوسفند شما بود. خیلی تشکر. عیدتون مبارک. اکای کمال آخر من به شما نگفته بودم. پدر وای گوشت بریان رو چرا دادی؟ خانم افسون برای تبریک من آمدی؟ یک طرفی است. چی گپ است؟ میخواهم اون نباهت اجنه رو با همین دستانم بوغی کرده کشم. پیرزنی ابله حیاتی کودکی مرا محو کرده است. با کجا رفتی؟ خریدین رو خبر گرفتم. تو دیوانه ای؟ پلیس زنده بودن تو میدوند. فکر میکنی نمیفهمن که تو کودکت رو خبر میگیری؟ همه کارها رو به باد میدهی. نزد خیریدین رفته است. رفتم لیکن میدونی چی خیلی؟ مثل بیگانه. حتی مادرش بودنم رو گفتن نتوانستم. او رو با آغوش گرفتن نتوانستم.
چرا تبلیغ میکنی؟ با تو معقول شده؟ نه کمی حیران شدم. یعنی تو هم دیل داشته ای؟ فریده تو چرا گوشتا رو با او دادی؟ آخر رو گرفتن نمیخواست که. مگر این خیلی میشود آقای کمال؟ شما گوسفند او رو گرفته قربانی کردید، برای همین گوشت رو برگردوندم. خیریش هم نه، آخر پولی قصاب را ما دادیم که. عیدتون مبارک. تشکر. تشکر. خانم فریده مرحمت، این منم. این گوشت‌ها رو برای شما فرستادم. کی فرستاد؟ ما گوشت‌های قربانی آقای شرف را تقسیم می‌کنیم. فرمودن که به شما هم دهیم. کنی دفشم از اینجا. یاسین. قربانی را گیرو دفشم. یاسین. او شرم نکرده به ما صدقه میفرستد ها؟ یاسین گفتم. مادر جان چی یاسین؟ مگر نمیبینی ما رو دیوانه کردن میخواهند. برادر گوشتت رو گرفته رو مگر احوال رو نمیبینی؟ کنه این گوشت‌ها رو چکار کنم؟ تقسیم کنید. به کی؟ به تمامی محله. فقط به ما ندهید شد. این آدم زندگی و سشته ما رو ویران میکند. چرا این طرف میکنید؟ آخر اون یکی کردن میخواهد. خیلی بگذار جدا شده، اما ما گرسنه نمونه میگوید. تو گرسنه‌ای؟ گرسنه‌ای؟ به فکرم چشمانت گرسنه‌اند. کنی زود به خانه درآ. تو چرا خودت رو آب و ادا میکنی؟ شرطنامه رو امضا کرده است، از در بیرونش کن. من همچنین کردن میخواستم، اما نباید با سورپریز آماده کرده است. چه سورپریز؟ یک و یک بار به تهدید کردن شروع کرد. گویا مرا وقتی فریده رو به حوصله کردنم دیده باشد. اگر دیوانه نباشد حتما میفهمد. نه این طور نیست، در دستش دلیل دارد به فکرم. آخه همش رو نقطه به نقطه میگوید. اکنون نمیدونم تصادف است یا از پیش خودش میگوید، اما من تو باوری حاصل نکنم کاری کردن نمیتوانم. درست میگویی. چیکار کردنی؟ آخر معلوم است که در دستش چیزی بوده نمیتوانم. نخود که یگان چیز داشته باشد. هیچ گپ نه، توکل نمیکنیم. او رو نمیترسانیم. تو چون این کارها رو زود حل میکردی. مگر از نباهت اژدها ترسیدی؟ نه آخر چرا از او ترسم؟ نمیخوام بعد اینقدر زحمت خطایی صادر شود. التماس با من ستم نکنید پدر جان. من نمیخواستم با فریده چنین رفتار کنم. آخر بیمار بود، صحت شدنش رو از کجا میدانستم؟ یک بار طرفی مرا گرفت پدر جان. من آدمی بد نیستم. هرچی از دستم آید برایشان میکنم. شما خواهید مشوید. فریده رو ترک نمیکنم پدر، نه او را و نه فرزندانم رو ترک نمیکنم. تا زمانی که من زنده ام کسی به آنها ضرر نمیرساند. قساط شما رو گرفتم، پینا رو کشتم. اکنون همه‌تون به راحت خواب روید. یک صدا شنیدم. چه خیلی صدا؟ با فکرم از درون چاه بود.
اینجاست. خوب شد من حاضر رفته حسابی. ایست. من دعایشان رو کرده روند. آرام شو یاسین، آرام شو. این چی بیخلی است؟ شما با او جنگ کردید گفتم من هم جنگ کنم. امینه مادر جان دخترتان رو نصیحت کنید. بیبی جان بیا دخترم دم آمدی. بعد از تو خانه خالی شده است. مادرم هم در همینجاست. کنی پدرت رو بیبوس. عید مبارک پدر جان. عید مبارک دخترم. قربانی رو گرفته؟ وای مادرم گوشت ها رو نگرفتند. گفتند که در محله تقسیم کنند. تو میفرستی و باشد نمیگیرد. از این پس به آدمی احتیاج من فرستان. امینه هر وقت خواست آمده میخورد. پدر مادرم را از مکتب گرفتن میخواهد. اینش برو چی؟ چرا این کارو میکنه؟ با مکتبی همون محله میگذری میگوید. حیات دخترت رو ویران میکنن. مثل پسرش بتربیت میکنن. این طور نمیشود. من اجازه نمیدهم. پدر التماس با مادرم گپ زنید. مادر دخترم من حال میکنم. تو اینا رو گیر. یگان چیز میخری. مادر رو چیکار میکند؟ به امینه پول میدید؟ پسرم صبر کن. ما امینه بیاید میفهمیم. تشکر پدر جان. جزدانم رو گرفته. با فکرم فراموش کرده که پسرم از تو جدا شد. بچه ها به اینجا آمدن میتوانند. آنها حالا هم افیگیرند. اما تو نه. مادر من شرم میدارم که با شما هم نسبم. ایواز میکنم. این رو هم ایواز میکنم. پسرم شما ما رو شرمنده کردید. شرمنده. من آمدم پدر. برای از شما عذر پرسیدن آمدم. اگر یگون گناهی کرده باشم مرا ببخشید. خدا هم میداند که من خود نخواسته سببگار شدم. کاش از عمر خود به شما داده میتوانستم. اگر شما در بالای سر این آینه می بودید شاید که این خیل نمی شد. کودکانم چنین عذاب کشیده در بدر نمی شدند. شما آنها رو صاحبی می کردید. آنها هم شما رو حرمت می کردند. شما هم بدر خار نمی شدید. اکنون من از که نصیحت پرسم پدر. دردم رو به کی گویم؟ که ما رو مهربانی میکند، که ما رو صاحبی میکند. امینه پدرت به تو چی داد؟ هیچ چیز. دروغ نگو من دیدم به تو چیزی داد. بگو. کمی پول داد. چی شده است؟ کنی زود برار. دیگر از اون آدم یگان چیز نمیگیری. برار. یاسین امینه در مزار جنجال نمیکنن. خیر معلش ولی من میدونم که اون پول ها را از تو چیل میگیرم. روز بخیر آقای کمال ممکن است؟ رفیق کمیسر البته گذارید بیایید. مرحمت یا دختر مرحمت. برای یک گوسفند شما را سرگردان کردن لازم نبود. لبای
پدر با فکرم این پس مهمانی اومدند. بله اگر امکانی نداشته باشید. این طور نگویید، مرحمت گذارید. مرحمت دخترم پایرزادت رو برار. من کمک میکنم بیا. مرحمت آقای کمال. گوشت است؟ بله. از آن شماست؟ باز آمده اینش را هم نگیرند؟ نه آخر چرا میگرفتن؟ آسیا چی کار کردنت را میدانی؟ عمل کن. مرحمت گذارید. آقای کمال در راه به خانه خانم فریده در آمدم. به فکرم در خانه نیستند. آنها به زیارت قبرستان رفتند. اصلا دو روز پیش خانم فریده رو دیده بودم. احوالش خوب نمینمود. من هم برای همین آمدم. انشالله مشکلی ندارد. نپرسید آقای عزیز. شرف دیروز در سری را به فریده در افتاده است. بعد ما همراه یاسین رفته او را به جایش شیناندیم. البته نفهمیدم چرا با پلیس مراجعه نکردند؟ شما فریده رو نمیشناسید آقای عزیز. او اگر خون پرتاید هم توت خوردن میگوید و شکایت نمیکند. چی شد پسرم؟ کلید را نمیابم مادر. شاید در مزار افتانده باشی. نمیدونم. شاید وقتی که اساسی گوسفند یکی کمال میدویدم افتانده هم. ای خدا. هیچ گپ نی مادر جان، یک توی دیگر میسازم. به خونه یکی کمال برای ایدگردک میرویم. رفتیم. خبر میگردید آمده قربانیتان را میکشتم. خوش آمده. مرحمت گذارید. خوش باشید. آسیا جون شما در خانه مهمون دارید؟ بله، کمیسر عزیز با دخترشون برای تبریک نمودن اومدند. با اینجا؟ گذارید. خانم فریده خوش آمدید. ایدتان مبارک. تشکر. ایدی شما هم خوش آمدید. چی ها داری یاسین؟ تشکر. خوبم رفیق ایسان. اید مبارک. تشکر. امینه دخترم به مهمون خوش آمدید گوی. خوش آمدید. خوش باشید. آسیا دخترم زود دسترخوان را آماده کن. همه یک جای خوراک خوریم. بهترش ما رویم. آخر در روز عید بسیار نمیشینند. این طور نمیشود. آسیا گوشت بیران کرده است. آقای عزیز و ما از قربانیشون گوشت آوردند. همه یک جای تناول میکنیم. دست در را نبینم. خیلی باغذت شده است. اپای فریده آماده کردم. من کمک کردم. دیر باز خوراکی خانگی نخورده بودم. دستتان در را نبیند. آش شود. مادرم خوراک رو خیلی خوب آماده میکنند. اصلا همه کارشان خوب است، اما این تماما دیگر. دخترم تو اینقدر بسیار نمیخوردی کو؟ خیلی با لذت است در میسری فرمایم. گیر دخترم چارمغز را خودم شکستم. در بین کمی پوچک هم گذاشتم. مخیر ویتامین است. ویتامین دارد. ویتامین. یک سری قدم در آمدیم و شام شد. شما رو خیلی تشویش دادیم. شام بخیر. این طور نگوید. چه خیر تشویش؟ میمانتای خداست. اپای فریده من شما رو خیلی دوست داشتم. باز بیایم. البته دیو جانکم. من هم تو رو دوست داشتم. شام بخیر. شام بخیر. شام بخیر. انا این از آی ماست. با کلیه شما بین خطر گذاشته آمد. فراموش نکنید 3 روز است میتوانی باز گریزی.
امینه اکنون همراه مادرش زندگی میکند. بله، یگان مشکلی هست. نه. ببخشید خانم افزون در حجرهشون خروب میخورن. در حجرهش؟ از حد گذراند. چرا؟ با کجا؟ در آخر پسرم رو دیوانه کرد. چی شد بخیر است؟ در رو تخت کردن رو فراموش کردی؟ چی شد تو را ناراحت کردم؟ خاطر نشو از این پس خوب استراحت بکنی. چون این آیده داری اما باید نفس افزون. به خاطری تو چیزهایی را فدا نکردم، اما باید ازش همیشه سخنهای کبه شنیدم. من مردی با ناموسم، خودم را خوار نمیکنم. پول و مالت از خودم افزون. صبح همراه مادرم از اینجا میرویم. از زیقی میمیرم. باید که ها میرفتید. تو دیگر خیلی بوده ای افزون. از آیله داری اما تو خیلی پشیمانم. خیلی. چهار طرفتان قبله. مادر آماده شوید، پگاه میرویم. مادر افزون جدا شدن میخواد. او نه، من خودم جدا میشم. من دیگر طاقت ندارم. باور نمیکنم این شب آخرینشون است. از هر دویشون خلاص میشوم. تو یگان چیز نگفتی؟ نه، هیچ چیز نگفتم. یعنی به این هم راضیم، خودتون میدونید گفتم. نباید چی؟ او به این چه گفت؟ با من نگر. با تو نگفته بودم دیگر پسرم رو نمیرنجونی. زود از شرف بخشش بپرس. اگر نپرسم چی میشه؟ اگر نپرسی بیا و بین چی میشه. این زن یک بار خطرناک شد. باید هر چیز زودتر آن دیسک را بگیرم. درو محکم کن. محکم کن. این چی دیوانگی است؟ حاضر دیوانگی را من به تو نشان میدهم. شینو تماشا کن. دوامش را همه میدانند، اما اولش را تنها من میدانم. تو مار بوده ای؟ بله. کسی به فرزندم ضرر رساند من به او زهر میزنم. این دیسک رو از کجا یافتی؟ یافتم آخر. از کجا یافتنم را چیکار میکنی؟ حاضر وقتی که شرف آمد زود بخشش میپرسی، مرا با بخش میگویی، کلمه جدا شدن را فراموش میکنی. فهمیدی؟ مادام صدایت نمیبراید معلوم است که خوب فهمیدی. خیلی تورتی ما رو یاد کردید؟ میدونم این جدای شما رو بیشتر از آب داد. در اول بیماری پدرتون، بعد احوال من. خیلی عذاب کشیدید. خیلی. مادر جان، خودتان را گناهگار نکنید. آخر گناهگار معلوم است. پسرم اکنون که بودنی گناهگار مهم نیست. ما باید حیات خودمون رو از سر نو آغاز کنیم. برای زندگی مبارزه بریم پسرم. پول بیگانه هیچگاه خیر نمی آورد، مگر اون با پول مهنت انسان برابر می شود. برای همین ما باید که زندگی خودمون رو از سر نو آغاز کنیم. کم از یا زیاد هرچی به دست داریم با اون قناعت کنیم. این رو به من به همین نگویید مادر جان. از این پس جنگ و جنجال نکنید. بس است. اگر پگاه با من
ягон воқеа рӯй диҳад чӣ? модар, магар вақти чунин суханҳо аст ҳозир чаро ин тавр мегӯед? аммо ин ҳақиқат аст. агар мабодо бо ман ё падарат ягон чиз шавад, ту хоҳаратро соҳибӣ мекунӣ. ту акааш соҳибаш ҳастӣ. ҳаминам духтари зебои ягонам. ман туро ҳам мефаҳмам. духтари ҷавонӣ. албатта дар ин ҷо зиндагӣ кардан ба ту писанд нест. аммо як бор маҳаллаи пешинамонро ба ёд ор. дар он ҷо чӣ хел хурсандона зиндагӣ мекардем. хонаамон хурд, аммо хеле гарм буд, ҳамин тавр не? мо боз якҷоя чунин ҳаётро барои худ месозем. зиндагиамонро аз нав обод мекунем. ба умеди ҳеҷ кас намешавем. ба ҳеҷ кас такя намекунем. ба касе такя намекунем модарҷон. магар ман марди хона нестам, шуморо ман таъмин мекунам. кан инҷо биёед. ҷӯҷакаҳои ман. ман ҷӯҷааму акам бошад кайҳо боз хурӯш шудааст. мина ҳозир туро бонувам мезанам. накун. модарҷон, худоро шукр ки шумо сиҳату саломат дар барам ҳастед. اکا پول معده ندارید؟ نه ندارم. کنه یک دقیقه ایستید بینم.
زودتر برس بعد با تو حساب کتاب میکنم. چی گپ است؟ یاری دیهت بخانه قاتل در آمده است. قاتل شراب خواطر نشوید اون گریخته رفت. شراب من چی شد؟ شراب با پلیس زنگ میزنم. شراب عمر هم چیکار میکنه خانم نباهت است؟ عمر هم گوشتم میخواست. آن مرد کی بود؟ با او چی شد؟ نه هیچ چیز نشده است. دوست برآمده رفت و خیر. بخیر است خانم نباهت؟ در اینجا چی گپ است؟ این جواب کیست؟ از شرکت بخطری آمده است. از شرکت بخطری گفتید؟ کی شما را دعوت کرده؟ به شرکت همان زنگ زدن، من را فرستادن. گفتن که کامیراها ویران. با یادم اومد. من اون رو شناختم. همین روز آمده بود. حال او رو در نزدیک در دیدم. تو چیکار میگویی؟ روز گذشته برای تعمیر کامیراهای نظارتی آمده بود. کامیراهای نظارتی؟ بله. من تفتیش کردم همش کار میکرد. اکنون فهمیدم یعنی برای نظارت در آمده بوده است. شراب زنگ زدم با پلیس زنگ زدم. دکتر رو جنگ زدم. دکتر میذارم شراب میذارم. قرضمون خیلی زیاد است. آقای کمال 2 ماه کرایه خانه را پرداخت نکرده است. صاحب خانه باشد 500 لیره پیش پرداخت طلب دارد. من با 500 لیره عیناً همین خیلی یک خانه میسازم. برای این ویرانش پولی طلب کرده شو بینید. اصلا ما میتوانیم با 1-2 قوطی رنگ این خانه را تعمیر کنیم ها دخترم؟ او تنها نخونش را رنگ کند. چرا این خیلی میگویی پسرم؟ مادر جان با خانه رو رنگ و بار کردن بوم رو عوض نمودن کار حل نمیشود. با ما پول لازم است. پولی خیلی زیاد. همان قدر پولی که شما مثل ملکه زندگی کنید و در پیش پدرم سرتون را خم نکنید. حالا این مهم نیست پسرم، مهم نیست. باید هر چیز زودتر پول قهرمان رو برگردونیم. آخر من چیزی طلب نمی کنم. شما همراه هم باشید کفایه. من با یک خسکپه هم راضیم. من کار کرده شما رو نگاه بین میکنم. نمیشود مادر. مرد این خانه منم اکنون. من شما رو نگاه بین میکنم. یاسین زنگ نزده است. اگر او زنگ نزند ما زنگ میزنیم. کی زنگ میزند؟ هیچ کس مادر. یک دوستم. لابکی قهرمان. نه خودم هم به شما زنگ زدنی بودم. به فکرم پلیس سند آماده است. من هم در این خصوص صحبت کردن میخواستم. پرداخت یکم را کمی دیرتر دهم میشود؟ اوه پسرم، تو از حال دومت رو کج میکنی. من به تو نگفته بودم که از عهده‌اش نمیبرایی. تو بیا به گپ من گوش کن. هم خودت فایده بگیر هم ما. این مسئله سند رو از بین میبریم. قرض من قرض است. نمیسپارم نگفتم که. من از شما تنها کمی مهلت خواستم. پسرم، مهلت تاریخ در زیر سند بوده است. اگر خودت رو به ناموس میگیری آن شرط ها را اجرا کن. من شکر علاجی کرده مییابم و دیگر با شما همکاری نمیکنم. یاسین با کی گپ میزنی؟ با هیچ کس. الو شما کیستید؟ از پسر من چی میخواهید؟ ما رو به حالمون بذارید دیگر زنگ نزنید. تو با من دروغ میگویی پسرم. این کیست؟ دوستت است. این چه دوست بوده است؟ ها؟ از تو چی میخواهد؟ تو چی رو میابم گفتی؟ مادر نادرست فهمیدید. این طور باشد درستش رو فهمم پسرم. اما تو با من چی رو فهموده میتوانی ها؟ چیزی که نگویی دروغ است. سر تا پایت دروغ است. تو حالا هم شر نداشته با من دروغ میگویی یاسین. مرا ببخشید مادر.
фарзанди хуб шуда натонистам. чикор кунам? танҳо ҳаминро доштам. падару модар надоштам. ёсин, акнун ман дар барад. ман ҳастам. ба ман ҳисобот медиҳӣ? намедиҳам. то имрӯз ҳисоб надодам ва аз ин пас ҳам намедиҳам. агар хоҳиш дошта бошед рафта аз падарам ҳисобот пурсед, чунки дар сафи пеш ӯ қарор дорад. ёсин, ёсин! агар акси ин аҳволи шуморо гирифта ба рӯзномаҳо супорам, тамоми ҳафта дар саҳифаи аввал мебароед. Даҳшат, даҳшат, даҳшат. афсун боская сатили партовро мекобад. ёфтам. ин чист? ин калид аст? гӯш кун. ба ин акс хуб нигоҳ кун. дузди ба хона даромада уст. инро ба полис мефаҳмонӣ, фаҳмо? инро гир, гӯй ки вақти гурехтанаш афтод. шумо ӯро аз куҷо мешиносед? писари шараф аст. писари шараф? яъне акаи амина? ба ман деҳ, бисёр савол надеҳ. ба фикрам шумо бо ӯ чӣ ҳисобе доред? чаро дузди ҳақиқиро дастгирӣ накунанд? ҳар чӣ гуфтам ҳамон мешавад, фаҳмо? агар гуфтаҳоямро ба ҷо наорӣ, аз ин ҳаёти шоҳона маҳрум мешавӣ. беҳуда нагуфтаанд ки интиқом мисли хӯроки дар хунукиаш хӯрда аст. ана акнун ҷавоби он муштатро бармегардонам. оғо ёсин. шуд модар, бас аст. гиред илтимос. шарафҷон, хуб ҳастӣ? хубам. инро дар даҳлез афтондаӣ? вақти занозани афзидааст. марҳамат, не намешинем. шом бахайр. ба мо занг заданд. хонум набоҳат ба мо занг заданд. бале, ман ба хона дуз даромад, қариб ҳамаамонро мекушт. ҳаматон хубед? ягон захмӣ нест? мо хубем. беҳтараш саид ба шумо накӯ кунад. вақти гурехтанаш ӯ дузро дидааст. бале, ҳатто вақти гурехтан инро афтонд. ёсин. ай худо, ана ҳаминаш боз намерасид. ягон касро бо ин ном мешиносед? бале, аммо барои куштани падару бибиаш омадааст. ин ёсин кист ҷаноб? писарам. писари ман. ба фикрам хато шудааст. яъне ӯ ҳамеша ба хона омада меравад, шояд ҳамон вақт афтондааст. ягон аксашро доред ки ба ин кас нишон диҳем? намедонам ҳоло дар куҷост. аниқ ба фикрам хато шудааст. шарафҷон, ба ҳамёна дигар шояд дар он ҷост. ҳамин буд. бале, бешубҳа ҳамин. агар пул медоштам, магар метонистам ба ман овозашонро баланд кунам. ба назди қаҳрамон рафта он санадро ба рӯяш мезадам. агар падарам ягон чиз мегуфт, медонистам чӣ ҷавоб диҳам. хайр, зер кунед ёсинро, зер кунед. бо навбат зер кунед. бас мекунам. як бори дигар, баъд тамом.
چون سخنانی گفت که قریب از هوش میرفتم. چرا این فیلم میکند؟ چرا هیچ آرام نمی شود؟ مرا گوش نمی کند آقای کمال. با فکرم چی مشکلی دارد؟ آخر جوان است. چون این مشکلی ها با او وزنین است. پدر، شاید یاسین چیزی را از ما پنهان می دارد. آخر شما گفتید که این آدم ها به آسانی قرضدارانشان را رها نمی کنند. شاید حالا هم یاسین را ناراحت می کنند. خدا پناه دهد دخترم. امینه زنگ می زند. شاید از یاسین خبری دارد. لبه امینه در پلیس. تمام حاضر می آیم امینه. باز کارش را کرد. یاسین در کجاست؟ چی گپ است؟ یاسین چیکار کرده است؟ اکم قریبی بیام رو میکشته است. چی؟ پنهانی به خانه در آمده است. اگر من سری وقت نمی آمدم افسون رو هم میکشت. و زوری نجات یافتم. پسری من چون این کار رو نمی کند. من به تو گفته بودم اما باور نکردی. یاسینی پیشینه نیست فریده. چی گپ است؟ در نیمه شب چرا مرا جیغ زدی؟ با من کمکی تو لازم است سمت. همیشه شب پیدا میشوی. از یتیم خانه هم همین وقت گرفته بودی؟ غیر تو کسی به من کمک کرده نمیتواند. با من یک سلاح لازم. دوستم مرا با چنین کارا آلوده نکن. من از کجا سلاح دارم؟ سمت اگر نداشته باشم حتما نگاه شناس داری. از برای خدا مرا به نزد آنها بر. خیلی مهم است سمت. کی رو میپرونی؟ هیچ کس رو نمیپرونم. تنها با خود گرفته میگردم. اما تیر نمیدیم. نده مهرش نده. تنها برای ترساندن با خود میگیرم. یک آدم رو میشناسم اما خیلی دور است. باز نمیدونم حالا در همونجاست یا نه. بیا یک رفته بینیم دوستم میروم و همراهت پول داری؟ آنها بی پول هیچ کار رو بود نمیکنن. این دفعه تو ده سمت وعده میدیم که برمیگردم. آخر تا حال تو پول ساعت رو ندادی. آن رو نفروختن دوستم. برادرم تو چی طور به این باور کردی؟ مگر تو پسرت رو نمیدانی چرا؟ آنها گفتن و تو هم باور کردی همین طور؟ بچه تمامی شب در خانه بوده است. کمی پیشتر برآمده است. نمی پرد کو. اینجا کجا بود؟ قصر شما کجا؟ آن طرف شما نمیدانم. پسری اوگای افسون او را دیده است. عکسش را نشان دادم. او را شناخت. من باور نمیکنم. با پسرم تهمت میکنم. کسی دیده باشد مرا به نزدش بر به من هم گوید. در شعبه پلیسم بیانات بدهم. مایش رفتیم. با گوشهای خودم شنوم. بیا و با گوشهای خودت شنوم. شاید آن وقت میفهمی که من دشمنی پسرم نیستم. من حاضر ماشین را بیارم. تمام من خوبم. به کمک هیچ کسی احتیاج ندارم. بعد از 1-2 ساعت حل میشه میگوین چیکار میکنیم؟ انتظار میشویم چاره دیگر نیست. از این کارهای بازگشت هم نیست. بیا با اونجا رفته کم میشینیم. رفتی؟ گروز نه؟ نه دوستم در خانه خوراک خوردم. تشکر. اکا با من یک طبق ده. اخلا یکون چیز نوش؟ با من یک جرغات فرما. 2 جرغات دیگه. یاسی آن روزها را در یاد داری؟ شبها تا روز گریه میکردیم. سحر بیدار میشدیم که بالشتهایمان از اشک تر شده است. چرا؟ مادرمون در نزدمان نیز گفته میگریستیم. تو خیلی خوشبخت هستی دوستم. مادرت در برت است. تو را خورانده است، پوشانده است. لباسهای تازه و آزاده. یک بار به من نگر. قدرش رو بدان، قدرش رو. دیگر به تو چی لازم دوستم؟ هیچ چیز نمیخواهم دوستم. بسرم چنان بلای عظیم افتاده است که کاش نجات یابم. اگر از آن نجات یابم دیگر به چنین کارها دست نمیزنم. تو با من باوری داری؟
دلم میخواست. همین کار. در بین شما یگان خصومتی بود؟ نه پسرم، چه خصومت؟ من با کسی کار ندارم، به هیچ کس ضررم نمیرسد. یعنی اینجا او گناهگار است. اگر تواند پدرش را لطو کوب میکند. انا همین قدر بود وقتی حبسش کرده بودم. محبس خانه دویوم شده است. با خود کارد میگرداند. شما عمیق او را دیدید؟ دیدم او وای نامش چی بود؟ در رویش نقاب داشت. البته برای نشناختنم. بعد ازش رفتم و دیگرش را در یاد ندارم. مادامی که برای کشتن در آمده بود چرا نکشت؟ خانم نباید یک چیز را فراموش کردن. این کس اول داد زدم بعد از سوش رفتم. بله. چون که من از صدای خانم نباید بیدار شدم. بعد در دهلیز وا خوردیم. و شما هجوم کرد؟ هجوم کرد اما من زود به حجره‌ام در اومدم. یعنی شما را تعقیب نکرد؟ نه، اون وقت در نزدیک با همسرم زن و زنی میکرد. انا خودش هم اومد. میتوانید از او پرسید. پسرت رو دم دمهایش رو تیز کردم بسیر ما میفرستی؟ همین با خود بیایید. اینجا جای جنجال اویلویتون نیست. مادر، فرید از هیچ چیز خبر ندارد. براستی این کار از حد گذشت. پسرتون به خونه هم زدن میدروید. آخر به جان من قصد میکند. پسرم رو کی دیده است؟ باعث صحبت کردم میخواهم. پسر او گویم در وقتی گریختنش از پیش ماشین او گذشته است. گپ زن آخرسایی؟ ها بله، همان پسری در عکس بوده. گوش کنید، یاسین 1 ساعت پیش از خانه برآمد. در این مدت به خانه شما رسیدنش امکان ناپذیر است. انا اعتراف کرد، با زبان خودش اعتراف کرد. اگر امکان نداشت میآمد آخر. خانم نباید التماس شما کاردار نشوید. خودش را دانا میگیرد. آقای شرف، شما با اون شخص جنگ کردید؟ بله با شخص به سرم زد. یعنی 2 نفر بودند، اما همه درباره یاسین حرف میزنند. یگان کس رفیقش را ندیده است؟ یعنی همانی را دیدم که دیدن میخواستند. من مادرشم. ندیدم میدانم که پسری من هرگز چون این کار رو نمیکند. او هرگز به مال کسی دستش را دراز نمیکند. من تو را بچه پرداختم. بچه پرداختم خیر پرداختم. شرف تو زنده ای؟ نمردی؟ شرف خوب هستی؟ خانه رو با پا خیزوندی؟ خوبم خوب بدیدم. آب نوشیدن میخواهی؟
نه کمی با من بشین. شرف گوش کن، احوالت خوب نمینماید. شد روکنو با من اینطور دیگه نکن. چندین ماه با فریدم مشغول شدیم، اکنون باز تو در آخر من هم دیوانه میشوم. خدایا در حقیقت دیوانه میشوم. از بینار نجات یافتن نمیتوانم. چیکار کردی؟ گرفتی؟ نه دوستم، با این پول نمیشود گفتم. چخیل نمیشود؟ آخر بگویی میشود گفتم. از کجا دانم آخر؟ حالا نمیشود گفتم. تا این وقت بیهوده انتظار شدیم صمد. یاسین بیا از این کار دست کش جورا جون. آخر من دیگر کس را نمیدونم، از کجا میوبم و خانه اتون برگرد. آخر مادرت خواتیر میشود. گوش کن، تو نمیفهمی این کار بازگشت نداره. فهمیدی؟ از دست قهرمان بزرگ نجات یافتم. او مرا کشتن میخواست. بعد امضای سند بزرگ رهایم کرد. بعد با مادرم گفته نمیتونی. او از چیزی خبر نداره. اکنون چیکار میکنی؟ من یک فکر دارم اما با من بیا. سردارم، نتیجه تشخیص نقاب از خانه پنهان یافته شده آمد. با من بی. فرمانده‌ای که از ماشین آقای شرف گرفته بودم چه شد؟ خون را معاین کردند؟ بله، اما موافق نیست. نخود، پس آن خون بس کشت. منش لازمه کارت شد. مرحمت. روز بخیر آقای عزیز. روز بخیر خانم فریده. مرحمت. بخیر است؟ امیدوارم یگان ناخوشی رخ نداده است. کاش که روی نداده باشد. یاسین از دیشب باز در خانه نیست. پلیس در همه جا او را میکوبد. چرا؟ گویا که او به خانه افسون در آمده بیبیش را کشتنی شده است. آقای عزیز، تنها شما به ما کمک کرده میتوانید. التماس پسرم را یابید. من میدونم که او چنین کار رو هرگز نمیکند. ما را از این تهمت نجات دهید. یاسین دوستم، با بازیچه بانک را غارت میکنم. مگر علاجی دیگر دارم؟ اکا از این دیده یگون توی برتپاشی اصلی مانندترش نیست؟ هست، در اونجا، در پویا. نه در اونجا. باوری هم نمی آید. خیر یک بار تیر هم خر. چند دیره؟ 35. تو با کجا؟ من هم با تو میروم. زود از اینجا بیرم، سرت رو بابا گرفتار نکن. من تو رو تنها نمیگذارم. سمد رو از اینجا گفتم. این کاری من از تو کاری خود رو کردی. یاسین در دست سیلا رو ببینن زود به سوی آتش میکشن. این خودکشی است. بسیار خوب. همه از منی بلا نجات مییابند. از من راضی باش دوستم. یاسین 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 این احمقی است.
به فکرم سخنهای دیشب گفتم رو خود نفهمیده ای. از دستی من چی میآید؟ پسر شما جدا شدن میخواهم. مگر همسرش نیستی او را راضی کنم؟ دیشب باز در مهمان خانه خواب بود. مادر من میبره. اصلا تو همه رو درست نفهم. صبح برآمدم میرم گفته بودم اما احوال یاسین را خودت میدونی. تا حل شدن این مسئله باید حتما انتظار شدم. گریختن به من میزیبد. اگر یاسین حقیقتا گناهکار باشد جزایش را شخصا خودم میدیم. تو باید قرارت رو عوض نمایی. اگر تو عوض نکنی من مجبور میشوم که اون رو عوض کنم، اما این به فایده تو نیست. خونتون خوب هست؟ خوبم. با کجا میروی؟ تو های کردن گیر من میبیم.